مدیری با لودر از روی این تماشاچی رد شده. خیلی وقت پیش سر برنامه دوره همی یه معاون انضباطی مدرسه غیر دولتی میاد بالا و در جواب مدیری که میپرسه چطوری انضباط رو برقرار میکنی، میگه من معاون انضباطی بچه‌های غیر دولتی هستم، چون اکثرشون بچه مهندس و دکترن و همشون هم با شخصیت و ساکتن. اینجا مدیری میگه حالا تو سوء تفاهم نشه، همه بچه‌ها در همه خانواده ها و در همه اقشار و در همه طبقه اجتماعی با شخصیت مدیری کم سختی نکشیده. توی مصاحبه‌ای گفته من اینقدر بیپول بودم که پسرم فرهاد از گرسنگی اینقدر گریه کرد که بیهوش شد. حتی هر 4 ماه یه بار اسباب اساسی هم سر کوچه بود چون پول کرایه‌ام نداشتم. با این حال آقای مدیری توی جبهه جنگ آرپیجی زن بوده و واسه روحیه رزمندگان رایگان نمایش اجرا می‌کرده. مدیری اینقدر مرده که به چند تا خیریه همزمان ماهی چند صد میلیون تومان کمک میکنه. البته کم هم حواشی نداشته. مثلا یه مدتی بود میگفتن با یه خانمی توی دبی قرار میذاشته و مجددا ازدواج کرده که البته خود ایشون اینو رد کرده. جالبه بدون ایشون توسط مجله نیویورک 20مین مرد قدرتمند ایران معرفی میشه. شما مگه دوستش دارید و با قهوه تلخ و برنامه دوره همی خاطره دارید و خندیدید؟ قلب پایین قرمز کنید. برای تماشای حواشی هنرمندان و پشت پرده اتفاقات پیج حواشی اورجینال رو فالو کنید.